سرخط خبرها. خبر فوق‌العاده بعد از ایران برای اسرائیل و آمریکا. هشدار سفر به ایران از سوی 5 کشور. توقیف نفتکش روسیه توسط ارتش آمریکا. و هشدار مجارستان به اروپا درباره جنگ مستقیم با روسیه. به نام خدا، سلام. به این بسته خبری از نیوز پلاس خوش آمدید. لطفاً قبل از هر چیز برای حمایت از ما کانال خودتون نیوز پلاس رو سابسکرایب کنید. روزنامه اسرائیلی مدعی شد که بعید است اعتراضات ایران منجر به سقوط نظام شود یا آمریکا و اسرائیل حمله کنند. روزنامه یدیعوت اهارنوت نوشت علیرغم ناآرامی‌های ایران، نظام کاملا اوضاع را تحت کنترل دارد. تعداد معترضان در مقایسه با سال 2022 بسیار کم است و برای نظام تهدیدی محسوب نمی شوند. به همین خاطر راهبرد داخلی ایران مهار انعطاف پذیر و جلوگیری از کشته شدن معترضان است. معترضان فاقد رهبری، راهبرد یا خواسته های واضح و یکپارچه هستند. بازاریان و دانشجویان هم بیشتر به دنبال آن هستند که به مشکلاتشان رسیدگی شود. ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا این است که حمله به ایران همانطور که قبلا هم اتفاق افتاد، مردم را پشت سر نظام متحد خواهد کرد. در مورد ترامپ هم حتی اگر او از موفقیتش در ونزوئلا جسورتر شده باشد، اقدام نظامی در خاورمیانه همچنان پیچیده است. ایران می‌تواند با هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در تمام منطقه انتقام بگیرد. حمله به ایران نیازمند اقدامات لوجستیکی برای دفاع در برابر این انتقام است که در کوتاه مدت ممکن نیست. اسرائیلی‌ها می‌توانند فعلا آسوده خاطر باشند، چرا که دلیلی برای درگیری نظامی وجود ندارد. آمریکا، بریتانیا، کانادا، هند و استرالیا به شهروندانشان برای پرهیز از سفر به ایران هشدار دادند. به گزارش ایسنا از تاریخ 6 ژانویه 2026 کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، هند و استرالیا هشدارهای پرهیز از سفر به ایران را صادر کردند. این هشدارها به دلیل شرایط پیش آمده در داخل ایران صادر شده است که با اعتراض به وضعیت اقتصادی آغاز شده است. علاوه بر این شرایط، حواشی تنش‌های نظامی اسرائیل در ایران روی سفرهای بین المللی ایران تأثیر گذاشته است. هرچند بنابر اظهارات تحلیلگران، آتش‌بس در ابتدا فرصتی برای آرامش نسبی ایجاد کرده است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز چندی پیش از آمارهای رو به رشد سفرهای بین المللی به ایران خبر داده بود. رشا تودی روز چهارشنبه 17 دی گزارش داد که بر اساس اطلاعات دریافتی، ارتش آمریکا نیروهای ویژه را با هلیکوپتر روی عرشه نفتکش مارین را یا همان بلا پیاده کرده است. این رسانه دولتی روسیه ویدیویی از عملیات ویژه نیروی دریایی آمریکا منتشر کرد. یک مقام آمریکایی ساعت پیش از انتشار این خبر به رویترز گفته بود که عملیات ارتش برای کنترل این نفتکش بعد از 2 هفته تعقیب و گریز در اقیانوس اطلس آغاز شده است. ایالات متحده اعلام کرده که یک نفتکش با پرچم روسیه را که به گفته مقام‌های آمریکایی با شبکه صادرات نفت ونزوئلا ارتباط داشته، پس از تعقیبی بیش از 2 هفته‌ای در شمال اقیانوس اطلس توقیف کرده است. وزارت دادگستری آمریکا همراه با وزارت امنیت داخلی و وزارت جنگ این کشور نیز چهارشنبه 17 دی اعلام کردند که این کشتی با نام MV بلا 1 به دلیل نقض تحریم‌های اعمال شده علیه ونزوئلا توقیف و مصادره شده است. بر اساس این بیانیه، عملیات توقیف در شمال اقیانوس اطلس و با استناد به حکم بازرسی صادر شده از سوی یک دادگاه فدرال آمریکا انجام شد. این نفتکش پس از شناسایی توسط ناو گارد ساحلی آمریکا USCGC مونرو تحت نظر قرار گرفته است. در همین حال پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در پیامی در ایکس نوشت که محاصره نفت ونزوئلا که مشمول تحریم هاست همچنان به طور کامل اجرا می شود و این محدودیت ها در هیچ نقطه‌ای از جهان تعلیق نخواهد شد. از سوی مسکو، واشنگتن
واشنگتن را به استفاده از زور برای به کنترل گرفتن نفتکش روسی در شمال اقیانوس اطلس متهم می‌کند. وزارت حمل و نقل روسیه در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا در ساعت 12 هفتم ژانویه به وقت گرینویچ وارد شناور شده و پس از آن ارتباط با این کشتی از دست رفته است. در ادامه این بیانیه آمده است که کشتی مارین را در تاریخ 24 دسامبر موقتا مجوز ناوبری با پرچم روسیه را دریافت کرده بود. وزارت حمل و نقل روسیه ادامه داد که نیروهای نظامی آمریکا در آبهای آزاد بر عرشه مارین را سوار شدند که با مفاد کنوانسیون 1982 بر سر حقوق دریاها در تضاد است. وزیر خارجه مجارستان با اشاره به نشست اخیر متحدان اوکراین در پاریس هشدار داد که استقرار نیرو در اوکراین خطر جنگ مستقیم با روسیه را افزایش می‌دهد. پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان شامگاه چهارشنبه با اشاره به ائتلاف مشتاقان و متحدان اوکراین در جریان نشست پاریس پایتخت فرانسه اعلام کرد که روز گذشته در پاریس ائتلاف مشتاقان پیشنهاد دیگری ارائه داد که اروپا را به رویارویی مستقیم با روسیه نزدیکتر می‌کند. سیارتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشورهای اروپای غربی با تلاش برای استقرار حضور نظامی در اوکراین خطر جنگ مستقیم با روسیه را ایجاد می‌کنند. او تاکید کرد که مجارستان از این امر دوری خواهد کرد. ما از مذاکرات صلح از جمله مذاکرات در بالاترین سطح بین ایالات متحده و روسیه حمایت و این آخرین اقدام به سوی جنگ را قاطعانه رد می‌کنیم. رهبران اروپایی روز سه‌شنبه در جریان نشستی در پاریس با تمرکز بر حل و فصل بحران اوکراین بر ارائه تضمین‌های امنیتی به این کشور جنگ زده اروپایی تاکید و در این حال بیانیه‌ای را مبنی بر استقرار نیروهای چند ملیتی در اوکراین برای آینده امضا کردند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با نیوز پلاس همراه بودید.